ملت شریف و عزیز و با ارزش ایران، جا داره که بنده از شما قدردانی بکنم و تشکر کنم به خاطر رسیدگی شما، رسیدگی مردمی قسمت‌های جنوب بلوچستان که سیل بسیار خطرناک و مخرب این منطقه را فرا گرفت. الحمدلله شما به موقع رسیدگی کردید. مرحله اول پوشاک و لباس و مواد غذایی بود که الحمدلله تا حدود رسیده و هنوز هم داره می آید. اما الان مرحله دوم ما باید آغاز بکنیم که مرحله دوم کارهای زیربنایی و اساسی اینها است، مثل زدن سیلبند به بسیاری از روستاها سیلبند نیاز دارند تا آینده گرفتار سیل نشن. رودخانه ها دو طرفشون نیاز به سیلبند دارن تا بار دیگه اگر رودخانه طغیان کرد به مزارع و به روستاهای مردم آسیب نرسونه. تسطیح زمین های اینها هست، تسطیح این زمین ها باغای اینها. اینجا بهترین باغای موزن که سطح کشور از اینجا موز میره و لحاظا این زمین های و دیگر بهترین محصولات فصلی به دست میاد. 4 فصل اینجا محصول میده و از بهترین زمین های کشور در همین قسمت قرار داره. هم مردمش مردم خوب، هم زمین بهترین زمین حاصل خیزه. لحظه چاهای اینا را لاروبی بکنیم، زمین های کشاورزی اینا را که سیل خراب کرده تصدیق کنیم، سیل بند بزنیم و به قسمت های دام به اینها کمک کنیم و دام هایشون از بین رفتن و هلاک شدن. لحظه این نیاز داره که کارگاه ها در این منطقه دایر بشه و وسایل سنگین مثل لودر و این دستگاه ها حالا یا داشته باشیم و کسان اهدا کنند و یا اینها را اجاره کنیم و وارد کار بشیم. این بهترین کمک برای کشاورزان و اینها مزرعهشون را تصدیق کنیم تا بار دیگه زراعت شروع کنند، چاهشون را فاری کنیم تا بار دیگه اینها کار کنند. اونجا یک بخش کارا را خودشون انجام میده، یک بخش باید از طریق مردم، از طریق دولت انجام بگیره. دولت الان تصمیم گرفته که برای قسمت و مسکن وامشون بده و برای بعضی چیزها، ولی به هر حال ما میدونیم که به هر حال تنها دولت نمیتونه کاری بکنه و باید به این همه رسیدگی بکنیم. انشالله مؤسسه محسنین کارگاه خواهد زد به این منطقه و تا زمین های این را تشتی بکنه، تا سیلبند بزنه و تا جلوگیری بکنه برای آینده از سیل تا حدی که تواناییش برسه. البته مؤسسه خودش توانایی نداره، ولی با همکاری مردم و کمک مردم انشالله مؤسسه کارهای را انجام خواهد داد به فضل الهی. و شما هر کمکی که به مؤسسه محسنین بکنید، چون بنده خودم بر این مؤسسه اشراف دارم و زیر نظر ماست این مؤسسه، لحظه انشالله مطمئن باشه که امانت داری رعایت میشه و شما چیزی را که اینجا میدید به مؤسسه محسنین انشالله به مصرف صحیح خرج میشه و شما نزد الله تعالی ماجور میشید و برادران و خواهران منطقه تون شما کمک کردید و بهترین رحمت پروردگار و بهترین لطف رب العالمین و فضل پروردگار شامل حال شما باشه و به شما مردم دلسوز و مردم بیدار الله تعالی جزای خیر عنایت کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.